رحیم. خواهران عزیز، درس دیگری تفسیر داریم امروز. خیلی گفتم سوره ماعون و سوره انشاءالله قریش. اگر وقت ما رسید سوره فیل رو امروز میگذاریم. بعد از اینکه درس تفسیر تمام شد میتوانید سوالهای خود رو خواهرها در اینجا بدهید، به قدر امکان انشاءالله در جواب هستیم. اولا شروع میکنیم با سوره ماعون. بسم الله الرحمن الرحیم. تقریبا سوره های کوچکی که در جزء عامه هست اکثریت خواهرها حفظ هستید. کلمه ماعون از معنایش چیزهایی که در زندگی به یکایک ما لازم است اما اینقدر قیمت بها نیست، یعنی اشیاهایی که در روزمره ما استفادهش میکنیم ولیکن اینقدر قدر و قیمتی بالای ندارد که به آن خیلی بسوزی و برای آن بخیلی کنی. انشاءالله که در دوام درس میبینید. الله شروع میکند میگوید ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم. آیا تو دیده خبر داری از آن نفری که روز دین به معنای جزا، مثل مالک یوم الدین، روز جزا رو دروغ می شمارد، یعنی باور ندارد بر روز قیامت. بعضی ها میگن سبب نزولش ولید ابن مغیره هست، بعضی ها میگن ابو جهل است. به هر حال باشد این سوره صحبت میکند درباره آنهایی که به روز قیامت ایمان ندارند و به ایمانی آنها سبب می شود که به یتیمان ظلم کنند. و الله میگه ارائیت الذی یکذب بالدین، یعنی پیامبر صلی الله علیه وسلم خبر داری از آن نفری که روز جزا را دروغ میشمارد. این یک اسلوب قرآن است. علم تر کیف ارائیت، یعنی چه خیلی که من اگر یعنی در صحبت عادی به همدیگر میگیم آیا میدانی یا آیا دیدی، برای اینکه دقت را جلب کنید با همین اسلوب سخن میکنید. اینجا هم پروردگار چه میگوید؟ آیا دیده آنی را که خبر داری از حال آنی که روز قیامت را دروغ میشمارد؟ فذلک الذی یدع الیتیم. و همین دروغ شمارنده، همین انسان بی ایمان بر یتیم ظلم میکند. بر یتیم ظلم میکند یعنی وقتی که یتیم محتاج است و این استطاعتش را دارد، تواناییش را دارد، به او کمک نمیکند، یا برعکس حتی برای گرفتن مال یتیم و خوردن مال یتیم حرکت میکند. و یکی از گناههای کبیره خواهران عزیز خوردن مال یتیم است. کی نباشد هم و در زمان جاهلیت مخصوص دخترک های یتیم رو دوست می داشتن به زنی بگیرند تا که پدر که ندارد مهر او را ندهند، که درباره آنها هم آیت نازل شده است در سوره نساء. یعنی یکی از صفت های جاهلیت بود که مال یتیم را میخوردن یا بر حق یتیم ظلم میکردن. و اینجا الله چی میگوید؟ اینها از خوردن مال یتیم نمیترسن. و چگونه که خوردن مال یتیم، گرفتن حق یتیم گناه کبیره است و ظلم است، کمک کردن به یتیم، او را به زیر بال خود گرفتن و در زندگیش همچون پدر یا همچون ولیش شدن. خواهران عزیز حدیث پیامبر است که پیامبر میگویند انا و کافل الیتیم کالهاتین، دو انگشت را من و آنی که یتیم را به کفالتش گرفت مثل این دو انگشت در جنت نزدیک هستیم. یعنی همون گونه که به یتیم ظلم کردن گناه کبیره هست، یتیم را به کفالتت گرفتن چه از جنت را به تو واجب میکند. حدیث در مسند امام احمد است و حتی پیامبر گفتند تو همراه من در جنت میشوی، به من خیلی نزدیک میشوی. برای همین اینجا مشکلی این است که درباره یتیم وقتی صحبت میکنیم بعضی ها گمان میکنن هر کسی که پدر و مادر ندارد یتیم است. یتیم در شریعت اونی که به بلاغت نرسیده است و پدر رو از دست داد، چون وقتی انسان پدر رو از دست میدهد دیگر کسی نیست که او را از جهت مالی تامین کند. یعنی مادر مرده هم یتیم است، اما یتیم در عرف مردمی، لیکن یتیمی که باید به او کمک کرده شود، باید به او ظلم نشود و به کفالتت گرفتی. چه خیلی پیامبر صلی الله علیه وسلم گفتن هم نشین پیامبر هستی آنی هست که او کار کردن نمیتواند، هنوز به بلاغت نرسید، از دستش کار نمی آید و چی پدرش از دنیا رفت. و یا دخترک میگن تا حتی شوهر کردن است، چون دخترها مثل مردها در مسئله کار با آسانی نمیتوانند به کار برآیند. و الله اینجا چی میگه در دوامش؟ ولا یحض علی طعام المسکین. اونی که به الله
روز قیامت ایمان ندارد، او از حق یتیم نمی ترسد، او از حق آدمی نمی ترسد، از مال مردم نمی ترسد. بجز این کسی رو برای کمک کردن طعام دادن آمده است، چون اساساً محتاجان به خوراک محتاج یا اساساً به طعام محتاج می شوند. برای بیچاره ها را طعام دادن و سیر کردن کسی را تشویق نمی کند. برعکس چی میگه در سوره یاسین آمده است؟ انطعمو من لو یشاء الله اطعمه، مگر ما کمک کنیم خوراک دهیم به کسی که الله خواهد خوراکش میدهد. همگونه نیستن. او کم بغل است، به من چی؟ تقدیر او کم بغلی بوده است، تقدیر من ثروتمندی، چرا من به او کمک کنم؟ یعنی به من چی میگفته؟ بای های ثروتمند کم نیستند، بیخبر از آنند که ثروتت هم خودت هم حیاتت هم در یک کن فیکون پروردگار نیست می شود. فردا با پروردگار این ثروت ملاقات میکنی. و الله میگه این انسان هرگز شرایط داشته باشد به یگان مسکین کمک نمی کند، خوراک نمی دهد و دیگران رو هم حتی من می کند. کسی می خواهد به بیچاره کمک کند، میگه چرا این کار رو میکنی؟ بگذار خودش کار کند، خودش یاد گیرد یا عادت نکنند. راست خواهران عزیز، عادت کنیدن کاری خوب نیست. یعنی به یک نفر اینقدر کمک کنید که و دیگر فکری کار کردن رو نکند، تنبل شود، یک آدمی کلان چیزی دیگر. اما محتاجی که میداند شرایطی کار ندارد، یا بیماری که میدانند از دستی وی کار نمی آید، یا پیرزنی که دیگر تماما نه قوت دارد برای کار کردن و نه کسی دارد برای کفالت، چرا بخیلی کنیم؟ یعنی این بخیلی در اکثریت دیده می شود. همین که به کسی کمک میکنم گفتید، به شما میشمورن خودت خانه نداری، خودت محتاج هستی، یا محتاج نباشم خودت چند فرزند داری، به فرزندکات پسنداز کن، اصلا تلاواری خر، دخترت به خانه میکردگی، پسرت به خانه میکردگی، چرا میکنی؟ یعنی این گونه، این صفت انسان هایی که ولا یحض علی طعام المسکین، هرگز کسی را برای کمک کردن به مسکین تشویق نمی کنند. برعکس این رو نکن، خودت رو فکر کن میگن. عیناً مثل شیطان صفت هایی که انسان رو از فقر میترساند کم نیستن اونهایی که چی میگن؟ نه خودت اول خودت. آره کمک رو به نزدیک میکنین محتاج باشد، اما نزدیکان محتاج نباشد، به دیگرها حتما کمک کنی. یکی از رکنهای اسلام زکات است خواهران عزیز. از مالی که الله به تو داده است قسمی کمش را به غم بغلان دادن. و یکی از عملهایی که بعد از نماز زیاد یا در پیامبر دیده میشد این صدقه کردن بود، که متاسفانه آنهایی که مایان رو به صدقه کردن هوسمند کند و به این کار تشویق کند خیلی کم هستند، اما آنهایی که پیش راه صدقه رو میگیرند خیلی زیادن. از نزدیکانمون، از اهل بیتمون، از وسوسه های قلبمون که بجای این اگر این رو برای خودم و فرزندانم کنم گویان از خیر میمونیم. در دوامش الله میگوید فویل للمصلین، پس وای بر حال آن نمازگزاران، یعنی عذابی هست برای نمازگزاران. اما چی نمازگزارانه؟ الذین هم عن صلاتهم ساهون، آنهایی که در نمازهای خود ساهون هستند. کلمه ساهون بی‌پروایی هم گفته می شود، در غفلت هم گفته می شود، و بهترین تفسیر سخن عبدالله ابن عباس است که میگویند در این آیت آنهایی که الله گفت برای این گونه نمازگزاران عذاب است، اینها همان نمازگزارانی هستند که نماز را با امید ثواب نمیخوانند و اگر ترک شود هم ترس از الله ندارند. یعنی نماز میخواندگیت برای رضایت الله نیست و با نماز خواندگیت پروردگار من اجر نمازم را از تو میخواهم، قبول درگاهت را میخواهم نمیگویی. یکی نمازت ترک شود هم پروا نداری که اصلا تو نمازت امروز ترک شد یا ترک نشد. یعنی آنهایی که نه با امید ثواب نماز میخوانند و نه پروایی از دست رفتن نمازشان هستند. البته علمای هم هستند که میگویند مثلا در اینجا الله همان نمازگزاران را وعید میکند با جهنم و آنها میگوید یا عذاب بالای شما هست، آنهایی که نماز را دیر میکنند، در رکوع و در سجده رکوع و سجده را
به طور کامل انجام نمیدهند. یعنی طرز رکوع میکند که او رکوع کرد یا نکرد خودش هم نمیداند، در رکوع چی گفت خودش هم نمیداند. طرز سجده میکند که او سجده کرد یا نکرد در خاطرش نیست، چی گفت در خاطرش نیست. یعنی اینقدر از روی شتاب است، چگونه که حدیث مشهور است در صحیح همه میدانید، مردی که شتاب نماز میخواند پیامبر 3 بار برمیگرداند و این کلم تصلی، تو نماز نخوندی، بخوان از نو بخوان، برای اون که خیلی شتاب میکرد. و اینجا یعنی نمازی که خیلی شتاب خونده میشود، چی میگویی نمیدانی. و این چونین نمازی که به وقتش پروا نداری یا در فکرت هم نیست که آیا همین روز نمازت رو با خشوع خواندی، با ترس از الله خواندی یا نخواندی، یا اصلا نمازت قضا شد هیچ گویا که هیچ چیزی نشد، هست از جمله همان نفرانی هستی که الله میگوید به این گونه نمازخوانها وای است، یعنی عذاب است. پس خواهران عزیز، وقتی که یک نفری نمازخوان شتاب نماز میخواند یا یک نفری نمازخوان نمازش رو قضا میکند، بی‌پرواگی میکند، الله برای او عذاب وقتی وعده میکند، یک نفری بی نماز حالش چی است؟ برای وی هزارها بار ویل و ویل و وای است. یعنی آنی که نماز نمیخواند به صدها مراتب بدتر است از آنی که نماز رو گاهی میخواند و گاهی نمیخواند. چون در عرف ما، در جایی که ما زندگی میکنیم، در اشت میگویند از این که نماز رو یکی خوانی و نخوانی بهتر است تماما نخوانی. یعنی کسایی که قضا میکنید بهتر است هیچ نماز نخونه، چون که الله ویل للمصلین الذین هم فی صلاتهم یا عن صلاتهم ساهون گفت، در حالی که این گپ تماما غلط است. نه، وقتی برای کسانی که بعضی نماز میخوانند و بعضی نمیخوانند الله وای بر حالتون گفت، تماما نمیخواندگی یا هزارها وای بر حالشان که حتی در نزد جمهور علما چه خیلی گفتیم گردن زده میشود و زندانی میشود در مذهب ابو حنیفه رحمت الله علیه تا اینکه به نماز برگردد، از روی تنبلی اگر باشد. پس الله اینجا چی میگوید؟ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون. اما اونی که میگوییم در نماز فکرمون هر جایه میشود، چی کار کنیم؟ خواهران عزیز، در نماز یک فکر به یک جا رفتن در همه هست و حتی در پیامبر هم این حادثه شده بود که باره به جای 4 رکعت نماز 2 رکعت خوانده بودن، یا اینکه باره از نماز شتاب میروند و خانه و میگویند در خانه مقدار پول بود یا طلای بود که من فراموش کردم اون رو صدقه کنم، نمیخوام تا بگاه بماند. یعنی به یادشون چیزی میرسد و بعد از نماز شتاب میروند. یکی در داغی یا درباره حضرت عمر هم در صحیح بخاری آمده است که در وقت نماز فکرم به لشکری که گسل کردم پریشان شد و در این باره صحبت میکنن. یعنی به یاد آنها رفتم. یعنی یکی یادتون به یک جا رفتن، یکی بعضن شدن، این چیزی دیگر. اما طول نمازی که 4-5-6 دقیقه میخوانی عموما نه رکوع هست، نه سجده است، اصلا چی گفتی نمیدونی، چه خیلی نماز رو خوندی نمیدونی. این چی است؟ این بی‌پرواگی در نماز است. این تماما نه با حضور قلب و نه با حضور جسم حتی شتاب میخوانی، این تماما درست نیست که این را پیامبر این گونه نماز رو برگردانن. اما یک خواهد نخواهد یک فکر در نماز آمد، یا گفتم یک نقشه کوچکی که بعد از نماز این رو میکنم یا نمیکنم گفتید، این یک چیز کوچک آمده رفتنش، با این باید دوام دهید نماز رو و فکرتون رو به نماز کنید. اما کل نماز رو شتاب خوندن و تماما در فکر نماز نبودن و چی خوندن رو ندانستن، فقط دهان جنبیدن و خمراز شدن، این چی است؟ این از همان نمازهایی هست که انجام دادیم و اما الله خودش میداند که چقدر ما ثواب گرفتیم. و در بعد از این الله میگوید الذین هم عن صلاتهم ساهون، آنهایی که در نمازهای خود چی هستند؟ ساهون هستند، بی‌پرواگی از روی تزخانی چه خیلی گفتیم، یا اینکه از جهت اینکه نماز میخوانند امیدی به ثواب ندارند و یا نماز خوندهشون رو خودشون هم نمیدونن چرا خوندند. الذین هم یراؤون، این گونه انسان هایی که ریاکار هستند. و ریا معنیش چی است؟ ریا این است که عمل آخرت رو انجام میدهی برای جایگیر شدن در قلب مردم. معنای ریا عمل ثوابی رو انجام میدی تا که در قلب مردم تو جایگیری، تا که مردم تو رو ثنا گویند، نه اینکه الله از تو راضی باشد. تو عملت رو برای محبوب شدن در نزد مردم و مردم تو رو
عزت کردن و بالا کردن عمل ثواب انجام میدی، یگان امیدی به الله نداری و اگر مردم نباشن تو هیچ این عمل رو انجام اصلا نمیدی. و سبحان الله اینجا امام قرطبی یک چند چیز آوردگی هستند، مثال برای ریا زده هستند که برای من هم خیلی فایده آور بود. به شما هم میخوانم خواهران عزیز. میگوین ریا میگوین یک چند نمود میشود. بعضی هم میگوین ریاکاری در سمت دارن، یعنی در همه جا با وقار آرام می نشینند که تا مردم بگوید که این انسان خیلی با هیبت است. در از هیبت ندارن، شوخ هستن یا خودشان اصلا همین گونه نیستن، سختکاری میکنن، از حد کم گپ میزنن، از حد کم خنده میکنن، اما این خیلی انسان نیستن. فقط مقصدشان این است که مقصدشان با آداب بودن و احترام دیگران را داشتن. نه، من خود را این گونه کنم که مردم مرا چی گویند، با وقار گویند. انسان های هم هستن میگویند مخصوص لباس های را میپوشند که اون لباس مقصد اساسیش این که مردم او را از اهل تقوا گوید. مثلا بعضیا میگن از حد لباس خاکسارانه میپوشد اما در دلش پر از کبر است، خانه دری چند آشیانه و خوراک‌های چند برابره و قیمت دارد، اما مخصوص برای کوچک مردم بگویند این یک زاهد است، این یک ترک دنیا کرده است، یک لباس‌های خاکسارانه میپوشد. یا بر بعضی زنها مثلا از حد لباسی به تقوایانه، لباسی که عموما اهل تقوا آن را میپوشد، خیلی دراز، یا گفتیم حتی با نقاب یا روی مالهای کلان، اصلا نماز نمیخواند. با الله قسم من خود شاهد بودم، دیدم همین گونه زنهایی که در کوچه در لباسشون یعنی خیلی اهل تقوا هستند، اما در خانه فقط تماشای سریال و فیلم و حتی موسیقی و کلیپ ها دارن. در یادشون نه نماز خوندن نخوندن، کودک چی شد، نه، فقط با همین زنی و فقط از این معرکه به اون معرکه گشتن و ریاکاری و خودنمایی. اما در کوچه با یک لباسی که میگه سبحان الله، نه خواهر باید این گونه لباس باشد، یا بعضی مردها میگن زنی من باید این گونه باشد. مقصد اگر تقوا می بود در همه کار تقوا میکرده، فقط در لباس نه. تقوا که فقط در لباس نه. اینجا امام قرطبی میگن بعضی ها چه زن چه مرد باشد، مخصوص لباس رو که مردم این رو چگان اهل تقوا گویند میپوشند، اما در اصل آنها اهل تقوا نیستند. بعضی دیگرها هم هستند که همیشه گناه رو دیدن، یا انسان هایی که اهل دنیا هستن آنها رو دیدن با آنها غضب میکنن در پیش مردم که ببین احوالش، ببین یک بدبخت است، ببین این گونه دنیا طلب است، اما خودش اهل دنیا هست، خودش با همانها دوستی میکند، فقط به خاطر در نزد اهل علم مؤمنان قدر پیدا کردن. در نزد شما اهل گناه را چی میکند؟ مذمت میکند، یا اینکه اهل دنیا رو مذمت میکند. خود اهل دنیا هست، خود مثل آنها هست، فقط مقصدش این است که شما بگوید این انسان خیلی انسانی خوب می باشد. بعضی ها باشن در صدقه دادن و در نماز خواندن و یا در دیگر کارهای خیر، یعنی در نزد مردم در صدقه در خیر، در اصل او نه صدقه دارد نه خیر دارد، فقط به خاطر مردم آن را انجام میدهد. بعضی دیگرها در مسئله آداب و اخلاق، در خانه آداب و اخلاق او را همسرش شاهد است، فرزندانش شاهد هستند، پدر و مادرش شاهد است که یک بد اخلاق بیش نیست. در جماعت اینقدر خود را با اخلاق میگیرد که دیگر مردم میگن این اخلاق این را ببین، یعنی یک ریاکار دیگر. اینها چی هستند؟ شرک اصغر است. ریا در اسلام برای چی؟ برای اینکه تو ثواب را از مردم میخواهی، به خاطر الله نمیخواهی. و برای ریا را نیست کردن حتما باید بدانیم که این انسان ها به ما هیچ کار کردن نمیتوانند. این انسان ها نه در دنیا نه در آخرت دست ما رو گرفته نمیتوانند که به خاطر اینها باید ما انجام دیم. عملهای ما باید به پروردگار این مخلوقات باشد که در دست او هست. تمامی عاقبت کار ما به سامان رساندن کار ما که او رب العالمین می باشد. و الله اینجا چی میگوید؟ الذین هم یراؤون، انسان های ریاکار، عملشان عمل ثواب خوبشان میکنن اما مقصدشون الله نیست، مقصد آنها الله نیست که و سبحان الله خواهران عزیز ریاکار خواه و ناخواه در همین دنیا آشکار میشود.
چهره منافق خیلی که آشکار بشود، چهره ریاکار هم یک نه یک خواه و ناخواه در این دنیا آشکار می شود که مردم میگن این یک بدبختی ریاکار است که ما اینگونه فکرش نمی کردیم. اما بعضی مشکلی این است که ما بعضا اینقدر از ریا می ترسیم که حتی نماز فرضمون رو نمی خوانیم. همین خیلی نیست؟ شما در سفر هستید، مردم زیادن، نماز قضا شده ایستاده است، میگید مثل ریاکار نماز نخوانم. نه، فرض هایی که باید انجام دی باید انجام دی. یا من به حج مثل ریاکارها نمیروم، میگن نه، به حج فریضه الله هست و باید روی انجام دی. ریاکاری خودش از عبادت فرق میکند. زکاتم رو نمیدی هم این هم ریاکاری میشود. این تماما یک وسوسه هست. نه، زکاتت رو بده، نمازت رو بخون. ریا مکانش قلب است، چگونه که اخلاص مکانش قلب است. اما چه خیلی گفتم این پروردگار یگانه است که سبحان الله خواه و ناخواه چهره زشت ریاکار را، چه از خویش و تبار باشد، چه از بیگانه باشد، چه از این حاضر بلاگران سفسطه باشد، نشان میدهد که این بدبخت که بود یک ریاکار بود، عملهای این خالصانه نبود. چگونه که انسان مخلص خواه و ناخواه، خیلی که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن انتم شهداء الله فی الارض، در زمین هم انسان خالص یک بار نه یا حتی بعد از مرگش باشد هم پروردگار آشکار میکند که عملهای این چی است، به خاطر الله است. در دوامش الله وقتی که درباره ریاکاران گپ زد، الذین هم یراؤون و یمنعون الماعون و یمنعون الماعون، اینها باز چیکار میکنن؟ بدبختیشون کم نبود درباره بی‌پرواگی نماز، درباره ریاکاریشون، درباره یتیم رو ظلم بر یتیم کردن و قهر بر یتیم کردن و به مسکین کمک نکردن. باز یمنعون الماعون، کوچکترین چیزهایی که اصلا ارزش ندارد اما به درد همسایه ات میخورد، به درد همخانه ات اگر در یک خانه چند کس نشینید میخورد، به اون نمیدهی. یعنی انسان های بخیل هستند. حتی میگن نمک نمیدهد، یا حتی مثلا اتیوب برای درزمال کردن، یا یگان دیگ و طبق نمیدهد. همین گونه انسان های پست هستند. و خواهران عزیز، همین گونه انسان ها در اطراف شما هم هستند و من هم در مسافرت این گونه انسان ها رو دیدم. باور کنید زن هایی که خیلی در چشم من قدر داشتن، آنهایی که من هم مهاجر و هم ترک دنیا کرده میدونستم، وقتی به خاطر یک چیز عادی یا گفتیم پیچکه چای دم کنک، یک چیزهای عادی با همسایه طبق جنگ و جنجال شدن، من گفتم این انسان دیگر نه ایمانی درست دارد نه اخلاق درست دارد. برای اینکه انسانی که کوچکترین چیزی بی ارزش از پی او جنگی می شود یا به دیگران دادن نمی خواهد و بخیل می کند، از او چی انتظارید؟ از او چی انتظار می شود؟ وقتی شما با یک نفر همسایگی می کنید، یک چیزی عادیش رو از شما بالا می داند. خیر گفتیم یک دیگش رو به گفتی تاجیکا میگید در خانه من مهمان آمد، به من یک چیزت رو بده که شما اون رو بر می گردانید و اون نمیدید از روی بخیلی، از روی بخیلی. یا برای کودکتان خیر یک چیزهای قیمت بها، گفتیم چیزی دیگر معونه که در قرآن آمدگی هست، این معون یک چیزهای کمی بی ارزش است، بی ارزش است که اون رو برای دادن بخیلگی میکنن و اینها آخرتشون وای است. و باور کنید با اینها نه دوستی کرده میشود نه به اینها اعتماد کرده می شود. همین گونه زنها رو دیدید، همین گونه خاراکترها رو دیدید، اصلا به اینها نیتی خوب نکنید. اونه که برای شما در دادن یک پیاله و چاینک و این چیزها بخیلی میکند، او اصلا دست شما رو نمیگیرد. که پروردگار درباره اینها چی میگوید؟ و یمنعون الماعون. سبحان الله، این خاراکتر در خیلی زیادی ها هست. حتی بخیش و تبار خود نمیدین. یعنی اویلای شوهر گویم در یک جا زندگی میکنن. من با یک خواهر نشسته بودم، انشالله که یکی شنیده باشد، هم نامش رو که نگرفتم غیبت نباشد. همین قدر غم و اندوه داشت، گمان میکرد یک مصیبت سرش اومد. وقتی میپرسیدی چی شد، میگوید کورپاچه های من رو خوشتومنم در توی استفاده کرده است دست امروز. سبحان الله. یعنی غم یک زن از مسافه چند هزار کیلومتر اون سوی دنیا که گویا او همراه شوهر مهاجرت برآمد، این است که
کورپچه های او رو خشتامنش استفاده در توی کرده است. من گمان کردم مادرش رو از دست داد. ببخشید. یعنی این گونه زنها خیلی زیاد هستند. یک چیزهای عادی، جنگ بین کلین خشتامن ها در تاجیکستان بعضی می شود، یعنی سوال میکنن سبب چیست، میپرسید، یک چیزها رو میگوین که این رو گرفت اون رو گرفت. عزیزم، برای زندگیت، برای آرامیت، برای اعصابت رو خرد نکردن و ویران نکردن برو از بحر همون چی میشود. یعنی در خانه خواهران عزیز یگان چیزی رو فرزندها مثلا کودک است یک شکست من حرکت میکنم هیچ عصبی نشوم، میگم بلا به پسش. یک بار عصبی شدن من چقدر به من ضرر دارد، این چیزی افت میشود. برای اینکه خانه به خانه و دولت به دولت چقدر چیزها را انسان میپرتوید و میرود. من حیران میشوم به عقل زنهایی که به خاطر یک چیزی کوچک سالها با همسایه قهری هستند، سالها با خش تبر قهری هستند. پرسیدید میگن کورپچه یا پرسیدید میگوید یگون دیگه طبقه. ببخشید این رو الله چی میگه؟ همین چیز رو هم الله در قرآن به ما ذکر کرده است. برای همین خواهران عزیز کی نباشد هم اصلا به خاطر چیزهای بی ارزش ارزش خود را از دست ندهید. به خاطر چیزهای بی ارزش قدر خود را پایان نکنید، چی در نزد خیش و تبار چی در نزد بیگانه. بگیرد ویران کرد هم الکه دیگر ببخشید، بگوید چیزای بی قدر، البته چیزی که قدرش بلند است و چی خودش را دارد باید جبرانش کنی، پولش را دهید. و در مسئله های اولوی هم یعنی به چیزهای کوچک اهمیت ندهید. میبینید چقدر آرام میگیرید. حتی مثلا فرزندان، در مسئله فرزندها هم در مسئله خیش و تبار هم چه خیلی گفتم، با عقل انسان سالم اصلا جای نمی شود که بعد از 50-60 سالگیت با نبیره درباره یک چیزهای کوچک اینقدر عصبی شوی، اینقدر گپای سخت زنی یکدیگر رو. چه خیلی گفتم اون سوی دنیا بینشینی بگوی چیزهای مرا کسی استفاده کرد، آخر شاید تو دیگر بر نگردی. اصلا به این چیز آدم حیران میمونه. به این گونه انسان ها اصلا اعتماد کرده نمی شود و همین چیز در قلب کودک هم باید جا شود. فرزندم به خاطر یک قلم گریه نکن، فرزندم به خاطر ویران شدن بازیچه گریه نکن، بازیچه باز پیدا می شود. به خاطر یک چیزکت با همسایه جنگ نکن، با خواهر و برادر جنگ نشو، این چیز پیدا می شود. یعنی بی قدر بودن مال دنیا رو در قلب کودک جا کنیم، زندگی خیلی برای مناسب می شود. اما عکس این سبحان الله چه خیلی گفتم دیگر اون طرفی دنیا رو بیدم از پای دیگ و طبقهای همون بیبیگی میماند در غم و اندوه. این سوره ماعون بود. بگیریم سوره قریش رو هم که سوره کوتاهک هست. خواهران عزیز در تفسیر قرطبی یکم درباره کلمه هایش و جابجا شدن جمله هایش گپ زیاد است. برای همین گفتم قریش رو از ابن کثیر یک بار بگیریم. لإلاف قریش إلافهم رحلة الشتاء والصيف. این سوره بسم الله الرحمن الرحیم درباره قبیله قریش صحبت میکند. آره، درباره اونهایی که در مکه زنده کرده بودند. پیش از قریش سوره فیل می آید. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. و اکثریت علما میگویند این سوره در معنا دوام دهنده سوره فیل است. و وقتی الله میگوید لإلاف قریش، الله میگوید برای اون که قریش اهل مکه در یک جا جمع شوند، از هم جدا نشوند، پورا نشود این شهرشان، ما دشمنی آنها رو نابود کرده. ابرهه را همراه لشکرش وقتی که به کعبه آنها حمله کردن، مایان باز چی با پرنده هایی که طیران ابابیل بود، انشالله درس دیگر میخوانیم، با پرنده هایی که آنها جنود یا لشکرهای الله بودند و در نولشان و در دو دستشان یا پایشان سنگچه های داشتن که از مثل بمب های کوچک بود و می ترکید و می سوزانید. ما دشمن اینها را نابود کردیم. یعنی الله میگه شما ای قریش، ای اونهایی که در مکه زندگی میکنید، محمد صلی الله علیه و سلم را تکذیب میکنید، باور نمیکنید، او را جادوگر میگوید، مشرکی میکنید، بت پرستی میکنید، این من بودم. الله میگه این من بودم که دشمنی شما رو وقتی او میخواست هم کعبه رو که به خاطر کعبه شما اینقدر قدر و قیمت دارید. و خواهران عزیز آنهایی که در مکه زندگی میکردن در جزیره عرب و حتی بیرون از جزیره عرب هم خیلی
قدر قیمت داشتند. مردم میگفتند اینها همسایه کعبه هستند، اینها ساکنان حرم هستند و اینها به حضور اینها رو راهزن پیش راهشان رو نمیگرفت. میرفتن در زمستان به یمن، میرفتن در تابستان به طرف شام، به طائف، به هر جا می رفتن. در اون وقت راهزن ها بود، اما کسی از اهل مکه می بود و آنها همه احترام می گذاشت، علل خصوص بعد از اینکه پروردگار قدرتش را برای اینکه او صاحب کعبه است نشان داد. و وقتی که ابرهه آمد و انشالله درس دیگر میخوانیم اینها رو نابود کردنی شد، وقتی که پروردگار پرنده ها رو فرستاد، دیگر همه گفتن این مردمی عادی نیستن. پروردگار اینجا میگه و چه خیلی پیشتر گفته منت برای پروردگار جایز است، او صاحب منت و قدرت است. او میگن من برای اینکه شما پریشان نشوید، وطن رو ترک نکنید، نابود نشوید، دشمن شما ابرهه را نابود کردم. لإیلاف قریش ایلافهم رحلت الشتاء و صیف، برای اینکه شما دست جمعانه به هیچ ترس چیکار کنید، به سفرهای تابستانه و به سفرهای زمستانه بروید به یمن و به شام. فلیعبدوا رب هذا البیت، پس به خاطر این همه کمک یا گفتیم اونه که پروردگار شما را از دشمن نجات داد، شما این بت‌های سنگین و چوبین را نه، پروردگار همین خانه که قدرتش را خودتان دیدید عبادت کنید. پس چرا او را مونده شما بت پرستی میکنید؟ الذی اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف، اونه که در این بیابان خشکی برایتان خوراک میدهد و از هر طرف دنیا برای شما میوه ها می آید. و این چونین دعای ابراهیم است. آره، وارزقهم من الثمرات من آمن منهم بالله والیوم الاخر. ابراهیم دعا کرده بودن که پروردگار این بلد مکه بگذار جای امان باشد، اهلش رو همیشه تو رزق بده. پروردگار میگه شما رو از گرسنگی نجات داد، برای شما میوه و سبزوات و دانه و همه چیز می آید، در حالی که بیابان مکه و جز خرما چیزی دیگری ندارد. و آمنهم من خوف، و کسی نمیتواند تا نزدیکی قیامت که یکی از نشانه های قیامت انشاءالله بعداً میخوانیم نابود کردن کعبه است و آنها رو هم پروردگار در راه نابود میکند. اما یعنی هر کسی که برای نابود کردن کعبه دست زده است پروردگار اونو نابود کرده بود. مثل این همین ابرهه پروردگار میگه شما رو ما از خوف نجات دادیم، یعنی شما در یک شهر امان زندگی میکنید، نه در آنجا راهزن ها هست، نه دوست ها هست، نه دیگر حالت ها هست. این من هستم، این منتی من، نعمتی من بالای شما هست که به خاطر این نعمت هایم، به خاطر اینکه من شما را امان دادم، دشمنتان را نابود کردم، از همه طرف های دنیا برای شما خوراک می آید، شما گرسنه نمیمونید، شما باید عبادت کنید مرا، آنه که شما را رزق دادم. یعنی این چی است؟ سوره قریش است. باز اینجا سوره فیل است. الله نصیب کرده باشد به فکرم کافی است، درس دیگر دوام میدهیم.